سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز جمعه 18 ایول آشنا میکنم. دیروز در موضع گرابوو واقع در کنار شهر دونتسک اوکراین، هواپیمای مسافربری بوینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزیا سقوط کرد. خدمات مخصوص آمریکا میگویند که بوینگ مالزیا را موشکی ناشناس از زمین زده است. شرکت‌های هواپیمایی بسیاری از کشورها بعد از سقوط هواپیمایی بوینگ 777 مالزیا در کنار دونتسک شروع از روز جمعه پروازها به شهرهای اوکراین و پرواز از طریق حریم هوایی شرق این کشور را قطع کردند. عین‌الله نوروف معاون سردار ریاست اویاتسیای شهروندی وزارت نقلیات تاجیکستان روز 18 ایول گفت که فعلا یگان پرواز هواپیماهای مسافربر تاجیکستان از حریم هوایی اوکراین عبور نمی‌کنند. وی گفت که مسیر پرواز خط‌سیر دوشنبه فرانکفورت ناماین و دوشنبه کیف قبلا فعال بود، ولی از تیر ماه گذشته به این طرف بنابر کم بودن مسافران قطع کرده شده است. خیرالله اسدزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 18 ایول در جمع خبرنگاران گفت که تا حال تنها 51% خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. با تاکید وزیر 49% خط مرز به تصمیم‌های سیاسی دو طرف بستگی دارند و باید در مذاکرات جانب‌ها حل و فصل شوند. مسائل منمون دیلیمیتیزاسیا و مونده است، اینا اجرا کردن کو یکی نه خلق راه طلب کرده است. برای ما با موافقه آمدیم که یک چند راه‌های نزد سرحدی را در یک جایگی می‌سازیم. پس مسائل سیاسی که این حل خودش یافته نشده کو. جناب اسویف گفت قرار است این مسائل در آینده نزدیک در جریان سفر پرزیدنت قرقیزستان المازبک اتنبایف به تاجیکستان با مقامات دوشنبه مطرح شود. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 18 ایول در نشست مطبوعاتی در پاسخ این سوال که بازجویی صدمه مرگبار با شرکت رسول امان‌الله فرزند امان‌الله حکومت الله سابق رئیس شرکت راه آهن تا کجا رسید گفت از 7 تشخیص فنی هیچ کدام گناهکار بودن رسول را ثابت نکرد. با این دلیل به تاکید جناب رحیمزاده پرونده قسماً قطع شد و حالا در اختیار دادستانی قرار دارد. رجب‌بای احمدزاده شهردار خوجند روز 17 ایول به خبرنگاران گفت که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای بنیاد قرارگاه حزب در ولایت سوخت زمین می‌دهند. مکتوبی نهضت اسلامی ولایت به سراغ مقامات اجرایی دولت شهر والی چولگی پیروزبند و جانشین عبدالله فدراجان جلوشی سرپرستی ساقه هستند و روانه کردگی و ما در چانچه میکنیم همشه ما دیده میبرویم مراجعهشان خانه بدن. یک ماه پیش 18 ایون مقامات شهرداری خوجند بینای دفتر ولایتی این حزب در مرکز سوخت واقع در محله 20 کنار مسجد نور اسلام را به دلیل آغاز طرح ساختمانی جدید در آن موضع خراب کردند. اتفاق تاجیک مطلوبات معلومات وزارت کشاورزی درباره جمع آوری حاصل رکوردی کارتوشکا و پوسیدن قسمی از آن را زیر شبهه گذاشت. مسئولان تاجیک مطلوبات میگویند هرچند وزارت کشاورزی گزارش میدهد که نقشه استحصال کارتوشکا 100% اجرا شده است، اما وقت کارمندان تاجیک مطلوبات در موسم حاصل قندوری به منطقه ها میروند کارتوشکا نمییابند. اون مقدار کارتوشکا پیاز و دیگر محصولات کشاورزی که در انبارها در دوره زمستان گذرانی ما نگاه داشتیم، من از روی معلومات های هم استاتستیکی هم محاسبی در ما یگام تن کارتوشکا نپوسیده است. روز گذشته دولتعلی حاتموف معاون اول وزیر کشاورزی در نشست خبری وزارت اعلان داشته بود که یکی از سبب‌هایی که ارزش کارتوشکا در فصل بهار گران شد پوسیدن آن میباشد. قاسم رهبر وزیر کشاورزی تاجیکستان 15 ینور ضمن جلسه جنبستی حکومت تاجیکستان با پرزیدنت امامعلی رحمان حسابات داده گفته بود که استحصال کارتوشکا در تاجیکستان به 1 میلیون تن رسانیده شده است که برای قانع کردن طلبات اهالی کشور کافی است. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیوی آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن های همراه.